و تمام جماعت بنی اسرائیل از پیش موسی برآمدند. و هر کسی که دلش مایل بود و هر کسی که روحش او را دلالت می نمود آمده هدیه خداوند را برای کار خیمه جامع و برای تمام خدمت آن و برای لباسهای مقدس می آوردند. و مردان با همراهی زنان هر کسی که دلش مایل بود حلقه های بینی و گوشت و انگشترین و گردنبند هر نوع کالای طلا می آوردند. هر کسی که می خواست پیشکش طلا برای خداوند بیارد. و هر کسی که لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک و پشم بز و پوست خوشخوار که سرخ باشد و پوست تهز داشت آن را می آورد. هر کسی که می خواست نقره و مس هدیه کند آن را همچون هدیه خداوند می آورد. و هر کسی که چوب عقاقیا برای هر احتیاجات خدمت داشت آن را می آورد. و هر زنی دانادیلی که با دستهای خود می رسید رسمانی لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک را می آورد. و همه زنانی که دلشان به حکمت مایل بود پشم بز را می رسیدند. و رئیسان سنگهای جز و سنگهای ترسه برای افود و سینه بند می آوردند. و عطریات و روغن برای روشنایی و برای روغن تدهین و برای بخور معطر. همه مردان و زنان بنی اسرائیل که دلشان مایل بود برای هر کار بیارند که بجا آوردن آن را خداوند به واسطه موسی امر فرموده بود هدیه اختیاری برای خداوند می آوردند.